اولین موشک دوربرد که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد در آخر ویدیو حتما نگاه کن. در سالهای اخیر هر بار نام یک موشک ایرانی در خبرها دیده می شود. موجی از توجه و پرسش‌ها در میان مخاطبان ایجاد می شود. موشک‌هایی که بعضی به خاطر ظاهر متفاوتشان، بعضی به خاطر دقت و بردشان و بعضی دیگر به خاطر اینکه ناگهان در تحلیل‌های خارجی مطرح می‌شوند، کنجکاوی زیادی را برمی‌انگیزند. دنیای موشک‌های ایرانی فقط مجموعه‌ای از تجهیزات سرد و فلزی نیست، داستانی است از تلاش، تجربه و پیشرفتی که قدم به قدم دیده می‌شود. هر موشک ویژگی خاص خودش را دارد و همین تفاوت هاست که ماجرا را جذاب‌تر می‌کند. موشک بالستیک خرمشهر 5. این موشک با برد عملیاتی تا 12000 کیلومتر و توان حمل کلاهک جنگی 2 تنی، وزن 14 تا 15 تنی این موشک آن را به جدیدترین دستاورد موشکی ایران بدل کرده. از مهمترین ویژگی‌های این موشک سرعت بسیار بالای آن است که معادل 16 برابر سرعت صوت اعلام شده. این سرعت فوق‌العاده بالا به موشک امکان می‌دهد از دفاع‌های هوایی پیشرفته دشمن عبور کند و نفوذپذیری بالایی داشته باشد. همچنین خرمشهر 5 از سوخت مایع بهره می‌برد که در کنار فناوری‌های جدید ناوبری و هدایت، دقت و کارایی آن را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. طراحی پیشرفته این موشک به گونه‌ای است که توان مقابله با سامانه‌های دفاع فعال را دارد و احتمال رهگیری آن به شدت کاهش یافته است. به گفته منابع رسمی، قدرت تخریبی خرمشهر 5 از توان بمب‌های هوایی بسیار پیشرفته همچون GBU-57 که توسط بمب‌افکن‌های پیتو آمریکا استفاده می‌شوند فراتر است. این موضوع نشان دهنده سطح بالا و تکنولوژی مدرن قطعات کلاهک این موشک است. موشک سجیل. سجیل نسلی از موشک‌های بالستیک میانبرد ایران است. این موشک زمین به زمین 2 مرحله‌ای دارای 2 موتور سوخت جامد مرکب و 2500 کیلومتر برد می باشد. سجیل در بحث هدایت فقط کلاهک هدایت شونده می باشد. اما در موشک سجیل 2 کلاهک دستخوش تغییراتی شده، از جمله اضافه شدن بالک‌های هدایت کننده موشک تا لحظه اصابت به هدف. با استفاده از این بالک‌ها دقت موشک فوق‌العاده بالا رفته و به زیر 50 متر رسیده. نحوه هدایت موشک سجیل 2 ترکیبی از اینرسی، کلاهک، ژیروسکوپ‌های دقیق و GPS می باشد. به گفته کارشناسان نظامی ایران، این موشک مسافت بین سایت هسته‌ای نتنز تا تل‌آویو را در عرض 7 دقیقه طی می‌نماید. موشک هایپرسونیک فتاح جدیدترین موشک ایرانی در نیروی هوافضای سپاه پاسداران هستش که در تاریخ 16 خرداد ماه 402 و با حضور مقامات عالی رتبه کشور از آن رونمایی شد. موشک فتاح با برد 1400 کیلومتر سرعتی معادل 13 ماخ دارد. این موشک همچنین از یک سر جنگی با موتور کروی سوخت جامد و نازل متحرک بهره میبرد که قابلیت مانور در همه جهات رو داره. در کل سپر موشکی که موفقیت زیادی داشته باشد وجود ندارد و از طرفی برای انهدام یک موشک باید 3 موشک پدافندی شلیک شود و این در حالی است که تقریبا قیمت یک ضد موشک 20 برابر موشک 200,000 دلاری فتاح هستش. اهمیت این موشک نه فقط در سرعت بالای آن بلکه در مانورپذیری بسیار زیاد و توان عبور از تمام سامانه‌های دفاع موشکی شناخته شده جهان است. به افتخار نبوغ و خودکفایی دانشمندان موشکی ایران لایک رو بزن. موشک قاسم بصیر. این موشک از هدایت GPS استفاده نمی کند و از این رو در برابر جنگ الکترونیک مقاوم است. سرعت 10 ماخ در فاز میانی و سرعت حدود 5 ماخ در فاز ابتدایی در کنار سر جنگی مانورپذیر باعث می شود قاسم بصیر بتواند از صد سامانه‌های دفاعی اسرائیل و آمریکایی عبور کند و با دقت بسیار بالا به هدف اصابت کند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در اردیبهشت 404 از موشک بالستیک سوخت جامد قاسم بصیر با برد 1200 کیلومتر رونمایی کرد.
این موشک هم به سیاق اکثر موشک‌های جدید بالستیک ایرانی سر جنگی از بدنه اصلی در فاز نهایی حمله جدا می شود. جدا شدن سر جنگی از موشک باعث کاهش سطح مقطع راداری خواهد شد و این مسئله به تنهایی یک چالش بزرگ برای سامانه‌های پدافندی خواهد بود. موشک رستاخیز. منابع غیررسمی از رونمایی قریب الوقوع ایران از موشک بالستیک جدیدی به نام رستاخیز خبر می‌دهند. این موشک که تازه‌ترین دستاورد صنایع موشکی ایران محسوب می‌شود، مجهز به کلاهک دوگانه با قابلیت ایجاد پارس الکترومغناطیسی است و توانایی تأثیرگذاری بر سامانه‌های الکترونیکی دشمن را دارد. موشکی که گفته می‌شود مشخصاتی مانند طول 14 متری و وزن نزدیک به 27 تن را دارد. کلاهک‌های دارای قابلیت EMP از طریق تولید میدان‌های الکترومغناطیسی قوی می‌توانند سیستم‌های الکترونیکی را موقتاً یا دائما مختل کنند. موشک رستاخیز توانایی پاکسازی کامل یک منطقه به وسعت 80 کیلومتر مربع را داراست و به دلیل اثرات مخرب و امواج فراسوتی که تولید می‌کند لقب پاکن را به آن داده‌اند. منابع خبری اشاره کردند که ایران هنوز از این موشک در هیچ درگیری استفاده نکرده است. موشک قدر. این موشک نخستین بار در یک رژه سالانه به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق رونمایی شد. موشک قدر در سه نوع: قدر S با برد 1350 کیلومتر، قدر H با برد 1650 و قدر F با برد 1950 کیلومتر تولید شده است. موشک قدر در 30 دقیقه آماده شلیک می شود و در مقایسه با دیگر موشک‌ها که نصب و پرتاب آنها ساعت‌ها زمان می‌برد بسیار سریع‌تر است. بعضی از منابع موشک قدر را دو مرحله می‌دانند. یک مرحله سوخت مایع و مرحله دوم که همان سر جنگی جدا شونده است به صورت سوخت جامد میباشد. سرعت موشک قدر F 9 ماخ برآورد می شود و سیستم هدایت آن بر اساس هدایت اینرسی و GPS است. موشک قدر F قابلیت حمل سر جنگی تا وزن 1 تن را دارد. همچنین موشک‌های سری قدر از سر جنگی در انواع مختلف مانند بالستیک و بارانی برخوردار هستند. دوربردترین موشک ساخته شده ایران رو در آخر ویدیو حتما نگاه کن. موشک سومار. موشک کروز سومار از انواع موشک‌های بومی ساخت وزارت دفاع است که 18 اسفند 93 رونمایی و معرفی شد. برد سومار 2000 کیلومتر اعلام شد و از یک کلاهک 400 کیلوگرمی بهره می‌برد که می‌تواند در ارتفاع 10 متری از سطح زمین پرواز کند. طول این موشک در حدود 6 متر و وزن آن 1200 کیلوگرم هستش. چنین ویژگی‌هایی این موشک را بسیار کاربردی و شلیک آن را آسان‌تر می‌کند. موشک خیبرشکن. خیبرشکن نام موشکی است که گفته می شود در موج جدید حملات علیه اسرائیل مورد استفاده قرار گرفت. این موشک در بهمن 1400 رونمایی شد و به زرادخانه تسلیحاتی ایران پیوست. برد موثر خیبرشکن حدود 1450 کیلومتر گزارش شده که در دسته موشک‌های میان برد قرار می‌گیرد. این موشک قابلیت رسیدن به سرعت‌های بین 4 تا 5 ماخ را در مراحل اولیه پرتاب دارد که با کاهش اثرات نیروی گرانش منجر به افزایش برد و دقت هدفگیری می‌شود. نکته مهم دیگر توانایی مانورپذیری سر جنگی در مرحله بازگشت به جو است که با استفاده از بالک‌های بزرگ و متحرک امکان پذیر شده و این قابلیت خیبرشکن را برای عبور از سامانه‌های دفاع موشکی پیشرفته مجهز به راهگیرهای لایه میانی مانند سامانه پاتریوت و فلاخین داوود بسیار مؤثر کرده است. بالک‌های متحرک بزرگ سر جنگی به آن اجازه می‌دهد تا مسیر خود را حتی تا 90 درجه تغییر دهد و به طور پیچیده‌تری از سیستم‌های دفاعی عبور کند. امکانی که
در موشک‌های نسل قبل کمتر دیده شده است. موشک حاج قاسم یک موشک بالستیک ساخت سازمان صنایع هوافضا و وزارت دفاع است که در تاریخ 30 مرداد 1399 با حضور رئیس جمهور وقت از آن رونمایی گردید. نیروهای نظامی ایران این موشک را نقطه زن با برد 1400 کیلومتر، 7 تن وزن و قابلیت حمل 500 کیلوگرم مواد منفجره معرفی کردند که میتواند با سرعت 12 ماخ حرکت و با سرعت 6 ماخ به هدف برخورد کند. طول بدنه این موشک 11 متر و قطر بدنه آن حدود 85 تا 95 سانتی متر است و دارای 8 بالک است. دقت این موشک را زیر 10 متر اعلام کرده اند. یک موشک 100% ایرانی که توسط دانشمندان همین مملکت ساخته شده. اگه میتونستی یکی از این موشک ها رو شلیک کنی، انتخابت کدوم بود؟ تو کامنت ها بنویس. موشک شهاب 6 نام ادعا شده برای موشک ایرانی است که قابلیت حمل کلاهک متعارف و اتمی را دارد و اولین موشک دوربرد ایران است. گزارش‌های مربوط به برنامه ساخت این موشک و موشک‌های شهاب 5 و 4 از سال 1996 تا کنون بارها منتشر شده، اما مقامات ایران هیچگاه وجود برنامه ساخت چنین موشک‌هایی یا موشک‌هایی با مشخصات مشابه را تایید نکردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران برای جلوگیری از تحریم این موشک‌ها را رونمایی نمی‌کند و در صورت جنگ از آنها استفاده خواهد کرد. همچنین دقت این موشک روز به روز در حال افزایش است و سوخت جامد برای شلیک این موشک استفاده می‌شود که به راحتی می‌تواند تمامی ایالات متحده آمریکا را در خط آتش این موشک قرار داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این موشک حدود 24000 کیلومتر برد و قادر به حمل کلاهک 3 تا 4.5 تنی است.